یکی از سوالهایی که خیلی از سازمان‌ها میپرسن اینه: خب چرا وقتی یه فلش وارد سازمان میشه همون رو روی یه سیستم معمولی با آنتی ویروس اسکن نکنیم؟ سوال خوبیه. خیلی از سازمان‌ها دقیقاً همین کار رو انجام میدن. فلش وصل میشه، آنتی ویروس اجرا میشه و فایل‌ها بررسی میشن. اما یه نکته مهم وجود داره. همین لحظه‌ای که یک فلش ناشناس رو مستقیم به سیستم وصل می‌کنیم، در واقع داریم به اون اجازه ارتباط با سیستم رو میدیم. حالا اگه داخل این فلش یک فایل آلوده باشه یا یک تهدید ناشناخته وجود داشته باشه، قبل از اینکه اسکن کامل بشه، ممکنه یک مسیر خطر ایجاد بشه. مشکل بعدی اینه که معمولاً این بررسی فقط توسط یک سیستم و یک موتور تشخیص انجام میشه. اما در دنیای امروز تهدیدها خیلی پیچیده تر شدن. اینجاست که کیوسک‌های امنیتی وارد میشن. در این روش، فلش یا فایل قبل از اینکه به شبکه اصلی سازمان برسه، وارد یک محیط کاملا کنترل شده میشه. فایل‌ها بررسی میشن، تهدیدها شناسایی میشن و فقط اطلاعات تایید شده اجازه ورود پیدا میکنن. چون در امنیت سایبری بهترین زمان برای متوقف کردن یک تهدید قبل از ورودشه. گاهی یک فلش کوچیک میتونه نقطه شروع یک حادثه بزرگ باشه.